خب بچه بریم سراغ آموزش دوراب. اول تعریف دوراب رو بگم. دوراب از 3 مضراب پی در پی تشکیل شده که 2 تا مضراب اول، یعنی اول و دوم، شدتش باید ملایم باشه یا همون پیانو، و مضراب آخر که مضراب اصلیه یا نوت اصلی ماست باید قوی باشه یا فورته. یعنی 2 تا مضراب اول ضعیف و سومی قوی. خب ما 3 مدل دوراب داریم. اولین دوراب ساده است که هر ستاش روی یک نوته، به این صورت، مثلا دو 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 یا سو سو سول. مدل بعدی دوراب معکوسه که بین 2 تا نوته، مثلا دو ره دو یا دو سی دو. و مدل آخر دورابیه که روی 3 تا نوت مختلف باشه که بهش تو کتابا معمولا سرمضراب هم میگن. از این مدل دوراب به عنوان آکورد هم توی قطعات پاپ استفاده میشه. خب برای دوراب زدن بهتره که از حرکت انگشت هم کمک بگیریم، چون سرعت دوراب باید زیاد باشه. میبینید که الان انگشت دست راست من کمک میکنه، چون اگر فقط بخوایم از مچ بزنیم سرعت دوراب به اون سرعتی که باید نمیتونه برسه. خب این با مچه و این با انگشت. چون دوراب یک نوت زینته، خودش کشش مشخصی نداره، یعنی از کشش نوت اصلی استفاده میکنه، پس بهتره که خیلی سریع اجرا شه. و نکته آخرم اینه که سرعت دوراب مستقل از تمپوی قطعه ماست، یعنی با کم و زیاد شدن تمپوی قطعه و سرعت قطعه، سرعت دوراب تغییری نمیکنه.